بله مسلمان حق نداره در حق یک برادر مسلمان. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که از در مسلمانی ماست. میگه یک شخص خدا را بسیار عبادت میکرد، بسیار عبادت میکرد، به ناگاه میگه به ملائکه میگه سپارش شد که رو برای او بگو که ای انسان هر چی عبادت هم که کنی خداوند تو را وارد دوزخش میکند. میگه وقتی که این ملائکه آمد و به این مرد گفت ای مرد من میبینم چند صد سال شد تو خدا را عبادت میکنی، در راه خدا اذیت میکشی، ولی فرمان همین است که تو خاتمت به دوزخ انجام مییابد. میگه این مرد در جواب ملائکه گفت ای ملائکه گفت صدای مرا پروردگارم میشنود، ولی به هر حالم صدای مرا به پروردگارم رسان که بگو که وقتی که مرا دوزخ میبرد مرا چنان جسم کلان کند که به در آمدن من دوزخ پر شود و همه عذاب بالای من کند و از بالای دیگر برادران مسلمان عذاب بردارد. این غمخواری یک بنده خدا، بگذار همه عذاب در گردن من باشد ولی از دیگر بنده هاش خداوند عذابش بردارد. برای چی این خیل فکرها، این خیل ذهنها، این خیل عقیده های صاف و صحیح در قبلی ها بودن در ما نیست؟ به خاطر جسم ها ناخوبند. برای این بله در حق برادر مسلمان اینقدر بدگمان شدن چی در کار؟ کنجکاوی و کدام تان به عیبین، کدام شما به کم بودین؟ برای چی خداوند این کمبود ما را، عیب ما را که میدونید در قرآن ولا تجسسوا، جستجو نکنین، گفتن جستجو نکنین. امروز دشمن ها از دست خود مسلمان بالای مسلمان مشکلات آوردیستن، بعد دست خود مسلمان. من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد به ما آن آشنا کرد. در عرفیت میگفتن چوب از درون خودش کیر میخورد. ما به خود ما چی بدگمانی ها داریم به خدا. دیگر سوالی که این دادر کردن در مسئله صورت، اجازت نیست دادر عزیز، چی در خانه هامان باشد، چی صورت آدم باشد، چی صورت حیوان باشد، اجازت نیست. باید در خانه ما و شما صورت نباشد، علاوه خصوص در لباس هامان. پیامبر در حدیث مبارک میگه که احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. دیروز من میرا بین عصر شام در قوم همین مسجد تحلیل کرده بودم. پیامبر میگه لباس هاتون از زیبا کنید. ولی ما خواهر دخترامون میگیم لباس های تنگ نپوشین، لباس های اروپایی نپوشین، لباس های شفاف نپوشین، لباس های بدن نما نپوشین، تا که کوچه ها پر از افلاسی ها شد. دختر و جوانای ما همه پشت به پشت ما کسل سپید درک نداشت. 1740 تا تاجیک امروز سپید شده است. همه چی است؟ همه از تشویق و ترغیب انمون بدنهای نازکی که در خواهرهای ما در کوچه ها میبرورد. در برابر این خواهران بچهای ما هم لباسهای تنگ نپوشین. ولی بعضی‌ها را ببینین هم بروکای تنگ میپوشین، چه از پیش چه از پس نگاه شما بسیار ناخوبه. لباسکای خوب پوشین. ولی مردم ترکیه را ببینین، مردم ایرانی ها را ببینین چقدر سلید نمیپوشن. همین لباس خدا در قرآن زینت برای انسان گفته است. این یک زینت است. ولی وقتی که اگر راهش و طریقش ما دانیم،
برای همین لباسامون هم زیبا کنیم، لباسکامون هم به صورت کنیم، همین خوشرو پوشیم، شادک پوشیم که در همین بدن آزار نیابه. حتی از پوشیدن ببینید قبلا دیروز من همجا قید کردم مادرای ما وقتش ده پلدنای میپوشیدن، چید میپوشیدن، گردی میپوشیدن. امروز این لباس ها را بینین، حتی میارم بسیاری از عروسا را من خبرهای در گوشم دارم در بدنهاشون هر خیل میگن نمودهای زخم ها برآمده است، به خاطر که یا فتره یا خواهر میپوشه بدن او سالم سالم نیست، همون زمان بدنش میگن ساعت دیگه با دیگهش میپوشه از روز عروسی، یا قبلا همین سینتتیک بلا و ترایی که برآمدن. و در بدن آدم بدنش باید راحت کند. پیامبر میگه این لبدنک علیک حق، بدنت بالای تو حق داره، این بدن هم باید انسان آزار نتیه. لباسکای خوشرو پوشه، لباسکای تازه پوشه، تازه باشن، همین دیدگی آدم راحت کنه. وقتی چهره شما را میبیند، لباس شما را میبیند، راحت کند. آخی اکباره در تمام دنیا شرمنده شدیم. آدمی ای همه در پسرین آدم مسلمان میگن، میگه چیرکای، دوی میگه ترقیات دوست نمیداره، به علمم به سوادن. یک یهودی در اینترنت ما را تنقید کرده بود، میگه من تعجب میکنم از مسلمانایی که امروز قرآن نمیخوانند، همین جز 70% قرآن خوان نیستین. 40 مسلمانان میگه کتاب دارن مقدس به نام قرآن، قرآن در عمرش قبیلگی نیست، یا قرآن خوانده نمیتونین، شرم نمیدانین، عیب نمیدانین. و میخرد قرآن یک بار ورق بزن، هر حرفش در 10 ثواب میته خدا، هر حرفش 10 ثواب. آی دنیا دا تو 100 سالی 200 سالی 40-50 سال قطعا کمی 4 روزه حیات در یک ذخیره ثواب کن. و در اینجا مثال برای تو شاید که مشکلات زده که در آخرت، در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. بعد از آن اعراضش گفت اگر قرآنم خانم گفت معناش نمیفهمم. ببینید امروز 90% ما اگر قرآنم که خوانیم معنای قرآن نمیدانیم. و چرا نمیدانیم؟ اعراض یهودی را ببینیم، بسیار اعراض خوب گرفته است. مسلمانان قرآن نمیتونن خوانده، فقط یک عقیده همون دوره شوروی در ذهنهای ما و شما هم وجود دارد. بالای تاقچه یا تای سری گاوره گودک مانده میمانیمش، تمام گویا که وظیفه اسلامی مسلمانی ما تمام کردیم. او برای تای سری گهواره گودک نیست، او برای تاری تاقچه خانه نیست. او را که نخواندی هر حرفش برای تو لعنت میگه، او بالای تو شکایت میکنه. بعضیاتون خانهاتون در خط میکنین، بعدن یکی قرآن در کارش هم میارنش، ایتنه خرد در پری خاک او. اگر قرآن خوانم باشند معناش نمیدانن، گفته است میخوانن نمیدانن. ببینید اگر گفته است مسلمان ها قرآن خوانم باشند معناش هم فهمند، سیم چه را گرفته است؟ گفته است در قرآن عمل ندارن. برادری عزیز، خدا در یک آینه نگاه کن، آینه همون قرآن. آیا حیاتی تو، رفتی تو، گفتی تو، کاری تو موافق قرآن است؟ کدام یهودی بود است که خواست است که مسلمانان را در حرکت در آرم که قرآن خوان شوند، معنا فهم شوند، عمل کننده باشند. لباسکامون خوشرو کنیم، لباسکامون تازه کنیم، بدنکای ما و شما زیبا باشد، نگاه کردگی آدم لذت برد. برای چی من امروز ترکا را تعریف میکنم؟ برای چی امروز ایرانی ها را تعریف میکنم؟ به خاطر لباسشون، به خاطر سر و روشان. چقدر هم دعوای مسلمانی دارن، هم در همون حدیث پیامبر استوار ایستادن. و برای چی پیامبر اینقدر آواز یاد میکنن؟ خوشبو بود و صورتی زیباترین داشت.
و اصلحوا رحالکم. پیامبر میگه مسلمان آن کسی است که خانه کش تازه و آلفته است. خانه هامان ده، حتی پیامبر در خانه هامان حتی که توجه دارد خانه هاتون تازه نگه دارید. همون کرپچک های شاید بعضی ها یک مسئله جزئی است یا یک مسئله چی مثال در نه، این از همه مهمه. آدم باید چرک طبیعت نباشد، چرکین طبیعت نباشد. آدم باید نازک باشد، انمون نازک طبیعت باشی. همین دست دراز کردن ده حتی لرزت گیرد. همین تمام من میخورم کنی ظرفش نگاه کن، دستی که تو دست در یک دستمال میمالی، دستمال حتی که تو بوی که همون بوی چی میکنه. تا اینجا را شریعت ما تاکید کردن که ما نازک